پیتزا چقدر بزرگه. سلام، من اومدم با یه آنباکس غذای شامه در واقع خوشمزه از بمب مهران. خب بریم به نظر اول از پیتزاش امتحان کنیم. همونجوری که من همیشه دوست دارم ساده امتحان کنم ببینم طعمش چیه. به نظر که خوشمزه میاد ولی تند نیست. این ساندویچ هات رویاله. زده بود ژامبون مرغ، ژامبون گوشت. البته ژامبون گوشتی من نمیبینم، بیشتر مرغ با هات داگ. اوه دوستش داشتم، هنوز به هات داگش نرسیدم. فوق العاده داغه. در کل دوست داشتم آیتماشو. بریم سراغ قیمتا. ما سفارشی که دادیم بدون نوشیدنی بود. یه پیتزای اژدهای پپرونی، یه دونه ساندویچ هات رویال، جمعاً شد 691 تومن.